شهامت اینو دارم که بگم یاسین به خیلی خیانت کرد. یاسین به خیلی دروغ گفت. یاسین ناخواسته به خیلی ها آسیب زد. یاسین که من هستم خیلی ها را آزار دادن. قهرمان بعد زندگی خیلی از آدم ها، یا اینطوری بگیم بهتره آدم بده زندگی خیلی از آدم ها. یاسین خیلی اشتباه کرد. هنگامی که ناخواسته وارد یه مرحله تاریک از زندگیت میشی و یه تجربه تلخ که بعداً باز میکنم و مطرح میکنم، اگر روی خودت کار نکرده باشی ناخواسته خیلی ها را آزار میدی، به خیلی ها خیانت میکنی. یاسین خیلی دروغ گفت، اما زمانی که تصمیم میگیری به خدای خودت وصل بشی که درون تو هست، همونجا کارمای هنگامی که شروع میکنی به راست گفتن، کارمای دروغات تموم میشه. نه آتشی هست، نه هیزومی و نه جهنم. هنگامی که تصمیم میگیری دیگران عشق بدی، کارمای آزار و اذیت تموم میشه. کافیه اینو درک کنی و ببر. کافیه بپذیری که اشتباه کردی، خیلی ها رو آزار دادی، به خیلی آسیب زدی. یاسین بازم میگم خیلی ها رو ناراحت کرد، اما زمانی که تصمیم بگیری مسیرت عوض کنی همه چی درست میشه. اینطوری نیست که دیگه حالا چون این برچسب روی پیشونی منه من همین دست فرمونو برم. نه، یادت باشه با اتفاقای خوب، کارهای خوب، اتفاقای بد کارماشون از بین میره.